بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه دوستان عزیزان، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. فؤاد هستم از چنل جدول اسرار. ما اینجا هستیم تا با کمک علوم غریبه یک زندگی بهتر رو برای خودمون بسازیم. امروز اینجا هستیم تا با دعوت از موکلین اسم رحیم، یک از اسمهای زیبای خداوند، بتونیم از خواص این اسم بهره مند بشیم. خواص این اسم برای کسی که این اسم رو بسیار بگه یک محبوب قلوب شدن هست، مهرش به دل آدم ها میفته. دو، این هستش که در کارهاش گره نمیفته، کارهاش راحت پیش میره. سه، رزق و روزی فراوانی نصیبش خواهد شد. امروز میخوام یک چله ترکیبی رو به شما آموزش بدم. چله یا رحمان و یا رحیم چله‌ای هست که میتونید برای محبت، برای محبوب شدن، برای اینکه مهرتون به دل عام و خاص بیفته، کلامتون نفوذ داشته باشه، بتونید ثروت جذب کنید، بتونید پول به دست بیارید، کارهاتون راحت پیش بره، انجام بدید. این دعوت رو میتونید روز جمعه بعد از اذان مغرب شروع بکنید و انجام بدید. بهتره در روز شروع دعوت یک لباس پاک بپوشید، تنتون پاک باشه، برید حمام و غسل طهارت بکنید. بعدش برای فرشتگان و موکلین این اسما آسمانی 100 صلوات هدیه بدید، 2 رکعت نماز بخونید. میتونید یه مقداری مبلغی مثلا 14,000 تومان یا 114,000 تومان صدقه بدید. بعد قلبتون رو صاف بکنید، نیت بکنید که برای ثروت، پول، درآمد بیشتر، گشایش در کارها، محبوبیت، این چله رو من میخوام انجام بدم. 578 مرتبه ذکر یا رحمان و یا رحیم رو تکرار میکنید تا 40 روز. هر روز قبل از تکرار و انجام دعوت حتما نیت رو انجام بدید و در روز 40 بعد از این که دعوت تمام شد 2 رکعت نماز و 100 صلوات هم هدیه بدید به فرشتگان. این دعوت بسیار دعوت ساده‌ای هست. در حین دعوت وقتی دارید انجام میدید حتما بگید که من دارم اینها رو میخونم که از این فرشتگان آسمانی دعوت میکنم که به زندگی من میان برای بهره بردن از خواص این اسم. مهمترین نکته‌ای که هست، خیلی از دوستان سوال میپرسن که چطور قدرت این دعوت رو بالا ببریم. 1، میتونید از زمان و مکان ثابت استفاده بکنید. داشتن مکان و زمان ثابت در انجام دعوت به شما کمک میکنه که دعوتتون یک دعوت قدرتمندتری باشه. در حین دعوت میتونید برای فرشتگان صدقه بدید، صلوات بفرستید، نماز بخونید، خیرات بدید. و در حین چله اگر بتونید چشمتون، زبانتون، گوشتون رو کنترل بکنید، اثرات این چله برای شما خیلی بیشتر خواهد بود. حالا میخوام به 2 سوال مهمی بپردازم که خیلی از دوستان میپرسن. 1، آیا مگر من این چله رو انجام بدم 100% جواب میگیرم؟ بله، اما ممکنه اون جوابی نباشه که شما همون لحظه انتظار دارید. به طور مثال میگم یک آدمی الان این چله رو انجام میده، انتظار داره بره بیرون 100% انگار مثلا معروف بشه، مشهور بشه. نه، اینطوری نخواهد بود. شما به اندازه ظرف وجودیتون بهره خواهید بود، حتی خیلی وقت بیشتر از اون ظرف وجودی، و اثراتش برای شما ماندگار خواهد بود. در این مورد شکی نکنید. مورد بعدی این هستش که آیا من فرشتگان الهی رو میبینم؟ خیر. اگر شما توانایی دیدنتون قبل از این چله هم بوده، بله میبینید. و حسب توانایی ارتباطیتون با فرشتگان الهی ارتباط برقرار میکنید. دیدن هیچ ربطی به استفاده کردن از خواص و بهره بردن و کمک گرفتن از فرشتگان نداره. و یک نکته خیلی مهم دیگه این که شما در هر بخش کار
باید با ایمان انجام بدید. ثمره چله شما خیلی بسته به ایمان شماست. هر چقدر ایمانتون به ذکری که دارید میگید به خودتون، به خداوند بیشتر باشه، اثراتش برای شما سریعتر و قویتر اتفاق میفته. امیدوارم که هر سوالی اگر داشته باشید بهش پاسخ داده شده باشه. در پناه خداوند پرنور، شاد و ایمن باشید. خدا نگهدار.